بعد از به سر قدرت برگشتن جنبش طالبان در افغانستان، تولید و قاچاق مخدرات از این کشور به تاجیکستان تا 2 مراتب افزایش یافته است. در این باره حبیب الله واحدزاده رئیس اگنتی نظارت مواد نشه‌آور ضمن نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. انا بعد نیمه دوم ماه август اومدن مصادره در جمهوری تاجیکستان زیاد گشت. از 2 تن 425 کیلوگرم سال 2020 در سال 2021 4 تن 83 کیلوگرم شد. 4 تن 83 کیلوگرم. این سال 2021. انا که در سال 2022 در سال 2022 باشد 4 تن و 991 یا که انیخترش گویم 5 تن شد. با گفته این مسئول، هرچند طالبان اعلان کرده بودند که برای کشت و قاچاق مواد مخدرات جزا پیش بینی می شود، اما در عمل دیگر چیز را می بینند. دویما وعده میتیند که کسی که با قاچاق مواد مخدر مشغول می شود، کسی که با کشتی کوکنور مشغول می شود، کسی که با خرید و فروش مواد نشوار مشغول می شود، جزاهای سنگین معین کردگی هستند، حتی به قتل رساندن هم. لیکن در عملیه ما نمیره حس نکرده استودیم. تاجیکستان با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، بیش از 1300 کیلومتر مرز دارد. مسئولین میگویند مقداری بیشتری مخدرات در نواحی هم مرز ولایت ختلان با افغانستان مصادره می شود. به عنوان مثال از ناحیه‌های فرخاری ولایت ختلان نام برده شد که بیش از نیم مخدرات بازداشت شده در تاجیکستان در این نواحی آشکار شده است. بنا به امور رسمی از اول سال جاری، مقامات از فعالیت 24 گروه جنایتی قاچاقبران جلوگیری کردند که میان آنها شهروندان تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و قزاقستان و روسیه نیز بودند. برای تولید کردن مقداری کلان مواد مخدر نصیحت می‌کند. گروه‌ها با گسترش شخصی که مرز سرحد را عبور کرده می‌کنند، این یک مقدار مواد مخدر و منطقه فرخاری ولایت ختلان انتقال می‌ده و در جای مخصوص پنهان می‌کنند. همراه با زیادن شماری اطلاعاتی جزئی از طریق کماندان اطلاعاتی اگنتی مواد وارد شده مصادره کرده گرفته شد. با اطلاع اگنتی نظارت مواد نشه‌آور تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری در خارج کشور، اساساً در روسیه، 305 تاجیکستانی به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند.